با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، بیننده‌های گرامی و طرفداران گوشتن طرز جودو، با ادامه گزارش مستقیم ما از جریان رقابت‌های روز دوم مسابقه بین‌المللی هفتمین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو خوش آمدید. در وزن تا 66 کیلوگرم رقابت‌ها در تاتامی یکم رقابت‌ها در مرحله سیوم ادامه دارند. یادآور میشم دوستان عزیز که با جودوگی سفید است ورزشگری تاجیک هاتامبکزاده سرور، اونا که در مرحله دوم رقابت ها بعد از پیروزی بر حریفش سفرعلیف به اینجا راحت گرفت، چون که در دور اول آزاد بود. یادآور میشم که حریفی او باشد کریموف بحریدین، اون از یک دور استراحت کرده بود و در دور دوم فعلا رقابت رو ادامه میدهند. این ورزشگران یک دقیقه وقت اساسی پشت سر شد. در اصول یا فنی جودو در سه بخش همونطور که مشاهده میکنیم عملکردها از هر دو جانب در مد نظر هستند، ولی همون اصولی با اعتماده که یکی از ورزشگران میخواهد در عین اجرا شدنش اون امتیاز حداقل ناکامل رو به دست بیارد، هنوز موفق نشدند. داور مرکز داور درجه جمهوریوی سهراب رحیموف است که در مورد این آزمایی در بالای تاتامی از مرکز قضاوت دارد. موقعیت جفت گریبان از سوی کریموف، ولی نمیتواند آن اصول حلوک از لب یا از بیرون حلوک کناری رو به اصطلاح استفاده برد، ولی به هر حال از سمت چپ گریبان حریف مورد استفاده قرار گرفتن همان سوری گوشی قریب بود که به اوقا میپیوست، ولی نتوانست همان اصول رو تا به آخر برساند. در بخش اصول های کار در زمین هنوز موفق نمیشد کسی از ورزشگران، ولی موفقیت کریموف رو در عین اجرای پرتاب بالای شانه نیز تا جای قریب مشاهده میکردیم، ولی نتوانست تا به آخر همان اصول مورد نظرش رو برساند. 2 دقیقه بیشتر از وقت اساسی پشت سر گردید دوستان. موقعیتی که تواند یکی این ورزشگر اصول مورد نظرش رو استفاده کند تا اینجای کار هنوز به این ورزشگران میسر نگردیده است. برای جابجایی کمربند و کیمانو سهراب رحیموف یک تنفس هم گویم در بین این ورزشگران دیده می شود. سهراب رحیموف داور مرکز نیز با دقت ببینید که ورزشگرانی که چنگ به گریبان هم میزنند واقعا به به ترتیب شدن کیمانو و کمربند آنها باعث میگردد و موقعیت یک جانبه است. یک اصول کاش وضع در مد نظر هاتامبکزاده بود، ولی نتوانست از آن استفاده کند. از اصول های ضربه هایی نیز میخواهد استفاده کند. موقعیت ها رو خوبتر به کار نمیبرد. در کنار این تاتامی، یعنی در تاتامی دوم نیز رقابت ها در وزن تا 73 کیلوگرم ادامه دارند و امروز هم روز دومی رقابت های هفتمین مرحله از جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو و پهلوانان ازبکستانی که با شمول 87 ورزشگر اشتراک دارند در این دور، یعنی بیشتر توانستند که در مقابل دیگر حریفانشون دست بالا بگردند. یعنی یک رقابت جذاب و دیدنی در این دومین روز از رقابت های این مسابقات بین المللی. ورزشگران ازبکستان نسبت به ورزشگران قزاقستان و
қирғизистон ва афғонистон хубтар ҳунарнамоӣ карданд. Душидо ба ҳотамбекзода ҳамин тариқ аз назари кортҳои зард ё огоҳӣ рӯ ба таназзул аст. ҳотамбекзода ним дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва мавқеияту мавридҳое ки барои иҷро кардани ҳаракоти техникӣ бо пой, усулҳои зарбавӣ ва ҳалук аз канор, ин мавқеиятро низ ҳотамбекзода натавонист истифода кунад. коши гурума гирифтани ва мавқеият барои партоф аз болои шона ипон сеоянаге вақти асосӣ ҳам ба анҷом мерасад ва аз ин варзишгарон касе аз онҳо муваффақ нашуд ки як вазари ба даст биёрад, вале Каримов хеле хуш дурахшид дар лаҳзаҳои поёнӣ. як усули партовӣ аз болои китф ё болои шона сеоянагеро хост истифода кунад, вале то ба охир нарасонд. ба ҳамин тартиб Каримов Баҳриддин сонияҳои поёниро воқеан бар суди хеш ва як амалкарди ҷаззоби ӯ дар 9 сонияи Голденско имтиёзи тиллоиро барои ӯ ба армуғон овард. ҳамин тариқ ӯ тавонист ки бо як зидди ҳамла, як фишоре дошт бар воқеан равишҳои теваза ва ин боис ба он гардид ки муваффақият ба даст биёрад ва ба даври чаҳорякниҳоӣ рохат бигирад. дар вазни 66 килограмми рақобатҳо акнун пас аз як рақобати дигар варзишгарон ба даври чаҳорякниҳоӣ хоҳанд гузашт. Каримов Баҳриддин ғолибият ба даст овард ва ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ рохат гирифт. ва пас аз чанд лаҳзаи дигар дар даври сеюм Ёқубҷон Боқиев дар муқобили Темур Турсунов аз варзишгарони Ӯзбекистон қарор мегирад дар вазни 66 килограмм ва бубинем натиҷа бар суди кадомин рақам хоҳад хӯрд. ба таъбири маъруфи шинохти ҷудо нармиш, яъне ҳиҷои аввали ҷӯ ва роҳу тариқа ва шева ва ҳиҷои дуюм до. имрӯз варзишгарон дар амал татбиқ карданд ки ҳам нармиш доранд, ҳам роҳу равиши тариқае ки барои мағлуб кардани ҳариф истифода мекунанд воқеан ба сабку усулҳои мухталиф ҳастанд. ва мо рақобати варзишгаре ки қаблан барои шумо ёдовар шуда будам, Ёқубҷон Боқиев бо ҷудогии сафед аст варзишгари тоҷикистонӣ дар муқобили ҳарифаш Темур Турсунов ва ҳалук аз байн Учимата. Ёқубҷон дар қувозмоии қаблияш ҳарифаш Баҳром Суфиевро воқеан бо як равиши ҷаззобу диданӣ мағлуб кард
و تا اینجا رسید. واقعا یک رقابت بسیار مشکل گذاری داشت در آزمایش قبلی. با روش کوساتو گاکی موفق شد. یک دقیقه آزمایش به انجام میرسد. ورزشگر ما سبک و روش های مختلف ضربه هایی را اشیوازه را استفاده میکند و این اشیوازه چندان ثمره بر نیستند تو اینجای کار و موقعیت و همین گونه اشتباهاتی که سر میزند از سوی ورزشگران بعضا باعث به آن میگردد که ضد حمله حریف واقعا به مقصد موافقتر باشد، چون که در عین که یعنی اصولی اشیوازه ورزشگر ما خاک خورد یعنی بدون نتیجه بود، این باعث به آن گردید که تعادل را گم کند و در نتیجه گم شدن تعادل ورزشگران در بسیار حالتها از اصولهای ضد حمله استفاده میکنند و به مقصد میرسند. ورزشگر ما یعقوب جان که سرعت و ریاکسیون خوب دارد، ولی ورزشگر ازبکستانی نیز در عین روش های دفاعی کم نمیآید. در مقابل ورزشگر تاجیکستانی مسافه رقابت نزدیک می شود. هر دو هم با هم در می آویزند و تکنیکای همان اصول های ضربه هایی را با پای اشیوازه را بیشتر در مد نظر دارند. ببینید کوساتو گاری استفاده شده از سوی ورزشگر ازبکستان به نتیجه. باور مرکز هم برای نظر دوم ورزشگران شاید در توجه باشد. دقیقه و 14 ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. ورزشگر ما موقعیت و یک طرفه داشتن شاید باعث شیدای دویمش بگردد، اما نه کمکاری و هر دو ورزشگر با سبب کمکاری شیدای دویم داده می شود. شور و شوق مخلصان است در اینجا برمیخیزد. ببینید چگونه طرفداران به وجه می آیند. واقعا در میدان خود این برای ورزشگران یک روحیه دیگر می بخشد. ثانیه های پایانی وقتی اساسی است. در عین رقابت این ورزشگران و جز از چند ضربه به پای یا همون اشیعت دیگر هیچ اصول اجرا نشد. یک پرتاب سیاه نگه باز موفق نمی شود. وقتی اساسی هم به انجام رسید در رقابت یعقوب جان باقی ورزشگر جوان امیدبخش تاجیک و حریف او تیمور تورسونوف ورزشگر ازبکستانی. در 4 دقیقه وقت اساسی بجز 2 کارت زرد جزا دیگر نتیجه نبود از این ورزشگران. اگرچه روش ها یا اصول های ضربه با پای استفاده کردند اشیعت رو، ولی موفق نشدند. ورزشگر ما در خط حمله است. یک
رقابت حملوی را اختیار کرده است. در این حالت فقط بر ضد حمله میتواند ورزشگری ازبکستان جواب بگرداند. موفق نمی شود. یک طرف فقط یک سوینگ بسیار جذاب و دیدنی دوستان عزیز. ببینید چگونه رقم خورد از سوی یعقوب جان باقیوف. شور و شوق رو برانگیخت در سالن برگزاری مسابقه و این باعث به آن میگردد که او چون ورزشگر اکتیو یا فعال از خود درک بدهد و داوران در مورد فعال بودن او قضاوت کند و ورزشگر از مربع خارج شدنش نیز احتمال دارد که به سومین شیدو سببی شود. اما نه، یک موقعیت دیگر دارد ورزشگر ازبکستان. کنون از هلوکی بین، هلوک از بین و یک ضد حمله دیگری جذاب و دیدنی. ببینید چگونه هلوکی پیشپای از سوی یعقوب جان با مورد استفاده شد. سور گاشی ولی این نیز ثمره بار نشد. این نیز موفقیت نآورد. همین طریق مسافه رقابت نزدیک می شود. ورزشگر ازبکستانی در لحظه های پایانی نسبت به یعقوب جان باقیوف کم فعالتر بود. این رو واقعا طرفداران مشخص کردند. قدرت و مهارتی که یعقوب جان نشان داد در لحظه های پایانی نسبت به حریفش برتری داشت. اکنون ببینیم داور مرکز سهراب رحیموف در لحظه های بعدی چی خلاصه میکند. همین طریق سهراب باقیوف با دور چهار یک نهایی را خط گرفت. واقعا ورزشگر ما از چند جهت برتری داشت، هم در اصولهای پرتابی و هم در دفاع، هم در کار در زمین. و سهراب باقیوف رو تبریک میکنیم دوستانو. بعد دور چهار یک نهایی را خط گرفت. بعد از یک رقابت دیگر دور سوم رقابت ها در میان ورزشگران وزنشان تا 66 کیلوگرم به انجام میرسد و دور چهار یک نهایی رو با هم تماشا خواهیم کرد. یک رقابت دیگر باز میان پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان در دور سوم رقابت ها برگزار میگردد. داور مرکز داور درجه جمهوریوی است فرخ صابیروف. اکنون حسین جان ایساق زاده ورزشگر تاجیکستانی با جدوگی سفید هست. حریف او باشد ورزشگر ازبکستانی قاسم جان کامولوف. قاسم جان کالاموف در لحظه های اول برای فشار و بیرون کردن حریف از مربع جهد و تلاش دارد. حرکت با پای، اشیعت، موقعیت برای یک اوچیمت بر سوی ورزشگر ما، ولی ضد حمله های به مورد از سوی ورزشگر ازبکستان باعث به آن گردید که نتیجه هیچ. ورزشگر ما از لحاظ داشتن قد بلند، بالا بلند است. ورزشگر ازبکستانی نسبتا قامتی پستر دارد، اما از جهت یعنی سرعتناکی ورزشگر ازبکستانی در چندین بخش ها پرسرعت‌تر به نظر می رسد. و هلوک از پیش پای به سمت چپ، این است همان اصول دوست داشتنی، روش دوست داشتنی. او به سمت چپ کار میکند. ورزشگر ما از اصول حریف میگریزد. ورزشگر ازبکستان و یک ضد حمله با اشیعت با اصول ضربه‌ای و پیش پای.
موقعیت ورزشکار ما خیلی خوب به نظر میرسد برای گرفتن کمیکات از پشت گریبان حریف و گریختن او باعث به آن میگردد که داور مرکز فرخ صابروف با ورزشکار ازبکستان با سبب کمکاری و گریختن از اصولهای حریف شیدا بدهد از نظر کارت‌های زرد. نتیجه 1-0 است، یعنی یک کارت زرد ورزشکار ازبکستان دارد که این در عموم یا در مجموع بر سود ورزشکار ما هست. یک اصول چرخش با سبک کراکادیل از سوی ورزشکار ازبکستان به نتیجه و یک ضد حمله جانانه از سوی ورزشکار ما. حلوک لب را بسیار به مورد استفاده کرد. مبارک است باشد، واقعا جهد و تلاش کرد این ورزشکار که زحمت کشیده است. در تمرین ها قبل از برگزاری این مسابقات با او یک صحبت داشتم و او گفت که واقعا خیلی جهد و تلاش کرده و آمادگی جدی گرفته است با مربیش شیرعلی بازاروف و با این مسابقات آمادگی دیده است. او چمپیون تاجیکستان در نوع گشتن ملی می باشد و امروز آن مهارت و ملکه‌ای که در گشتن ملی سرقت داده است. امروز ببینیم که در وقت اساسی حریف ازبکستانی اش رو با یک حلوک لب همون اشی گروما بسیار به مورد امین موقعیت رو میجست، فرصت رو انتظاری میکشید و بالاخره توانست که همین روش حلوک از لب برای او ثمره بر باشد. و دوستان عزیز، مرحله 4 نهایی رقابت ها با هنرنمایی عارف جان دادوف ورزشکار تاجیکستان با جودوگی سفید و حریف او نیز از تاجیکستان است. حریفش مبارک قدموف فرقت، او نیز ورزشکار چست و چالاک، یعنی از لحاظ داشتن مهارت و ملکه هر دو هم در مرحله های قبلی هنر شایسته نشان دادند. ولی این بار ببینیم سبک گشتنگیری کدام از ورزشکاران باعث به آن میگردد که به مرحله اصول کار در زمین شیم وضع به نتیجه به انجام رسید. یک دقیقه وقت اساسی پشت سر گردید. در بخش کار در زمین قریب که یک دقیقه وقت اساسی پشت سر شد. کسی از ورزشکاران موفق به کسب امتیاز نگردید. همین طریق کندن کمیکات حریف از سوی دادوف و نزدیک شدن برای یک پرتابی به مورد به نظر می رسد که کوشش دارد، جهد و تلاش می کند ولی هنوز هم موفق نمی شود. و از کمربند موقعیت خوب گرفتن یا همون کمیکات ولی خود رو دور کردن، یعنی مسافه همون حلوک رو اجرا کردن یکم دورتر بود از سوی مبارک قدموف. از این خاطر نتوانست اصول مورد نظرش رو اجرا کند. اکنون اوچیماتا و یک ضد حمله با روش اوراناگه موفق می شود یا نه وقت نشان خواهد داد، اما نشد. اوراناگه با انتهای خود نرسید، برداشته اوتسوری و زدن گوشی، اما برداشتن خوب بود ولی زدنش چندان با هدف موافق نبود. یعنی برداشت و بشکن زد حریف رو، اگر نه با قسمت پهلو یک بدن حریف اگر بالای تتمی برمیخورد و زری احتمال داشت که رقم بخورد.
ولی این طور نشد. فرصت های باقی مانده در وقتی معمولی 1 دقیقه و 40 ثانیه دیگر تو انجام و یک اصولی آسادگاری چه زیبا اجرا شد از سوی مبارک قدموف اینجا اثبات کرد که در روش های گوناگون پرتابی استعداد دارد. واقعا شما هم دیده دوستان از کوچگری استفاده کرد ولی داور مرکز هنوز قضاوت نکرده. هیچ یعنی افتیدن حریف برای دادن امتیاز با طلبات جوابگو نبود. فاروق صابرов هم در زمان کاریرای خود که با صفت ورزشگر در مسابقات بین المللی پیوسته اشتراک میکرد او نیز واقعا میداند که داوران چگونه قضاوت میکردند در هر یک حرکت او در فنون جودو. کنون ورزشگران از مسافه دور ببینید با قامت نیمخم رقابت میکنند. در صورت نزدیک شدن طبیعی است که خطر یکی از آنها رو انتظار است. از این رو داور در مورد کمکاری ورزشگران قضاوت میکند، همین طریق به هر دو یک شیدو میدهد. بعضی از مقررات جودو از سوی ورزشگران که تجربهشون در مسابقات بین المللی کمتر هست به چشم میرسد ورزشگری که با جودوگی سفید است باید در عین تنفس از کناری چپی تتمی باشد و ورزشگری که با جودوگی کبود هست از کناری راست یا سمت راست. و یک زیدی حمله و ضرری است دوستان عزیز، بسیار خوب استفاده شد. دادوف عارف جان بسیار یک زیدی حمله به مورد رو در ثانیه های پایانی استفاده کرد. واقعا شک و تردید نیست و ضرری رو به مورد هم داد فاروق صابرов و به همین طریق ثانیه های پایانی تا کجا نقش بازی میکنند. اگرچه میدانیم که نقش مهم و مؤثر دارند. 10 ثانیه دیگر و یک تومای نگه نتیجه برابر می شود و این از تاثیرناکی و مؤثر بودن ثانیه های پایانی. ببینید چگونه رقابت جذاب شد میان دو ورزشگر ماهر، دو ورزشگر با استعداد و از لحاظ دانستن فنون جودو واقعا خوب و از بس که مبارک قدموف تجربه اشتراکش در مسابقه های بین المللی کمتر است فراموش میکند بعضی از مقررات معمولی جودو را. او باید بعد از تنفس از سمت راست تصویر بیستد. ولی گلدن سکور را پس از چند لحظه تماشا خواهیم کرد. 2 ثانیه با 2 قدم زدن به سمت همدیگر به انجام میرسد و دقیقه های طلایی در اختیار دارند گلدن سکور. واقعا هر دو هم ورزشگرانی پرقوت هستند. گلدن سکور هم شروع میگردد دوستان و ببینیم اکنون در دقیقه های طلایی امتیاز طلایی را کدام از این ورزشگران به دست میارند. هر دو هم اگرچه در 3 بخش جودو و یک حرکت جذاب و ضرری باید باشد یا که داوران چه قضاوت میکنند دوستان. داوران چه قضاوت میکنند در این مورد. داوران ما در عین دیدن نوارهای تدریجی یکم فرصت رو زیادتر میگیرند اما قضاوت میکنند داوران کناری که این پرتاب هیچ امتیاز ندارد. ولی فعال بود و یک زیدی حمله دیگر از سوی مبارک قدموف و پرتاب به سمت چپ. ولی زیدی
حمله یا همون زیدی هجوم بر سود دادوف به انجام رسید. ولی ما احسن میگویم به هنر و استعداد مبارک قدموف که واقعا در عین اجرا شدن فنون جدا در بخش های مختلف از خود هنر و استعداد خوب نشان داد. مبارک قدموف قدم های نخستین خش رو در جده های بزرگتری رقابت جهانی که میگذارد او باید نگران نباشد و او به مرحله یک شانس دوم رو خواهد میگیرد. با ریپچیج یا خوب آزمایی تسلی بخش و اصطلاح مربیان ما و بعد از یک غالبیت دیگر باز یک شانس دیگر خواهد داشت برای به دست آوردن مدال برنجی. عارف جان دادوف باشد به مرحله نیم نهایی رو خواهد گرفت. و ورزشگر ازبکستانی با جدوگی کبود است مت یعقوبوف. مت یعقوبوف که امروز از در این وزن امید ورزشگران ازبکستانی به شمار می رود. مت یعقوبوف عظمت و حریف او باشد ورزشگر تاجیک سفروف ایدیبک که خیلی خوب هنرنمایی کرده بود در مرحله های قبلی رقابت ها و یک تومای نگه فندی خوب از سوی ورزشگر ازبکستانی ولی تو به آخر نرسید و در بخش کار در زمین اکنون ورزشگر ازبکستانی میخواهد هنر خود را نشان بدهد. در این بخش موفق نمی شود برای لد دادن اصول های دردناک را کار گرفتن. اسی گرمی اصول لد دادن با پای به نتیجه و همان رقابت ادامه دارد. دقیقه معمولی نشان خواهد داد، دقیقه های معمولی که کدام ورزشگر از لحاظ دانستن سبک و روش های گشتن جدا برتری دارد نسبت به حریفش. پرتاب بالای شانه ورزشگر ازبکستانی به نتیجه به سمت چپ کار میکند. ورزشگر ازبکستانی اصول های دوست داشته اش را ببینید. هر ورزشگر واقعا به خود یک روش مختلف دارد در عین گرفتن، ولی آن ورزشگری که از سبک و روش های گوناگون استفاده میبرد او موفق تر است در قیاس با حریفش. اگرچه در عین اجرای اصول های سراپا ببینید موفق نشوند، علاقه اسی آته اصول های ضربه آیی را استفاده کنند. اصول های ضربه آیی برای تعادل یا موازنت حریف گم شدن مساعدت میکند. فاروق صابرов در باره شیدو شاید قضاوت کند. با سبب کمکاری بله سبب کمکاری شیدو با هر دو ورزشگر و رقابت ادامه می‌یابد. دوستان عزیز یک پرتابی جذابی سئوی نگ این ایپان است. الان با این میگن هنر و استعداد فوق‌العاده و فنون جذابی که استفاده می شود با روش ایپان سئوی نگ. آن روش جذاب و دوست داشتنی به سمت چپ. ورزشگرانی که اصولهای جذاب و دیدنی رو به سمت چپ اجرا میکنند آنها واقعا استعدادشان فوق‌العاده است. همین طریق دوستان عزیز ورزشگر ازبکستانی مت یعقوبوف عظمت و مرحله نیم نهایی رو خواهد گرفت و حریف او سفروف ایدیبک باشد برای به دست آوردن مدال برنجی به قوزمای تسلی بخش می رود و جایی که به او شانس دوم داده می شود تو از مدال به نصیب نماند.
و دوستان عزیز با دستگیری و همکاری های نکی شرکت های ملی فرمولا 55 و نوشاکی های تشنشکن سیاما گزارش مستقیم از جریان رقابت های روزی دوم از مرحله چهارک نهایی ادامه می‌یابد. شما گزارش مستقیم را از قصر ورزش شهر خوجند ولایت سوخت تماشا دارید دوستان عزیز از مسابقه بین المللی هفتمین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو. دو پهلوان تاجیک در مرحله چهارم نهایی بهر راه یافتن به مرحله نیم نهایی تلاش دارند. یادآور میشم که کریموف بحریدین با جودوگی سفید یا همان لباس های سفید است و جودوگی این همان لباسی مخصوصه که علاقه بیننده ها میدانند به خوبی که لباس جودو است. یک پرتاب جذابی کریموف بحریدین واقعا دیدنی بود. او به مرحله نیم نهایی را خط گرفت. او حریفش ستاروف رحمت الله را خیلی جذاب و دیدنی زد. امروز ایپانسی های نگ پرتاب از بالای شانه و از سر کتف بسیار زیبا بود. از سوی ورزشگران همون اصول های جذاب و دیدنی که هستند واقعا انا همین گونه با روش های پرتاب از بالای شانه بیشتر صورت میگیرند. حالا از بین از اصول های کمری جذاب هستند ولی این پرتاب بالای شانه که فعلا کریموف بحریدین اجرا کرد در اوج اعلا در وقت اساسی حریفش را صدی را برداشت و به مرحله نیم نهایی را خط گرفت و حریفی باشد ستاروف رحمت الله به خوازمای تسلا بخش می رود. رقابت بعدی نیم نهایی میان یعقوب جان باقیف ورزشگری با مهارت تاجیک و حریفی او باشد حسین اسحاق زاده صورت می گیرد. و یعقوب جان در عین با بالای تتمی برآمدن یکم توقف کرد. این در مسابقه های بین المللی یعنی جزا دارد. ورزشگران باید آماده باشند در هر صورت در هر حالت طبق مقررات و طلباتی که هست باید در عین زمان به رقابت آماده باشند و با بالای تتمی برآیند. اینجا یکم توقف در عین برآمدن یعقوب جان باقیف دیده می شود. اکنون دو ورزشگر که هر دو هم استعداد خوب نشان داده بودند در مرحله های گذشته رقابت ها امروز روی هم قرار می گیرند در دور چهارک نهایی. یعقوب جان باقیف با جودوگی سفید است. اسحاق حسین باشد با جودوگی کبود. حسین در مرحله سیوم رقابت ها ورزشگر ازبکستانی را واقعا ماهرانه مغلوب کرد و به اینجا را خط گرفت و یعقوب جان باقیف هم با حریف ازبکستانیش پیروزی به دست آورد بر تیمور تورسونوف. هر دو این ورزشگران از پهلوانان ازبک را از صدی راه برداشتند تا در مرحله چهارک نهایی روی هم قرار بگیرند. در دقیقه های ثانیه های اولی دقیقه های معمولی کسی از ورزشگران موفق به پرتاب کردن نشد. و یک اصول ضربه‌ای اشیعت دوستان بسیار با سرعت اجرا شد و اصول دردناکی
خفه کردن رو باقیوف استفاده کرد. اصولهای خفه کردن شیب وضع ورزشگری با جداگی سفید باقیوف یعقوب جان را به مرحله بعدی رقابت ها میبرد و آینده حسین اسحاقوف در پیش است. او نباید نگران باشد. او بر هموطن خود باخت و حسین جان اسحاقوف به مرحله که شانس دوم دارد برای مدال برنجی به آنجا راه خط گرفت و دوری نیم نهایی رقابت ها و همچنین قوازمایی های تسلی بخش پس از چند لحظه شروع خواهند شد. شبکه تلویزیونی ورزش را ترک نکنید تا شاهد اتفاقات روز ورزشگران باشید. اکنون دوستان عزیز آن رقابت هایی که با اصطلاح ریپچیج و با اصطلاح مربیان ما قوازمایی تسلی بخش هستند شروع شده. دوستان عزیز این قوازمایی برای ورزشگر پیروز یک شانس دیگر میدهد تا تواند برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش کند. مبارک قدم و با جداگی سفید است این پهلوانی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان تمرین دیده است. در رقابت های مرحله مقدماتی خیلی خوش درخشید. اکنون ببینیم در رده‌بندی رقابت ها چگونه هنرنمایی خواهد کرد. او در مقابل سفرف است. سفرف رحمت الله و مبارک قدموف. مبارک قدموف فرقت. مبارک قدموف فرقت ورزشگری که در بخش اصولهای ضربه‌ای هلوک از بین از کنار
خیلی خوش درخشید در مرحله مقدماتی و در چهار یک نهایی شکست خورد. در چهار یک نهایی از عارف جان دادوف شکست خورد. یک رقابت بسیار مشکل گذار داشت، ولی در لحظه های بعدی با یک وزری خوب در گلدن سکو شکست خورده بود. و سفروف ایدیبک باشد در مرحله چهار یک نهایی از ورزشگر ازبکستان مات یعقوبوف با یک پرتاب جذابی سر شانه یا بالای شانه مغلوب شد و همین طریق شانس دوم پیدا کرد تا راه مبارزه را برای به دست آوردن مدال برنجی ورزشگران وزنشان تا 60 کیلوگرم ادامه بدهد و یک اصول ضربه‌ای بر پشت پای موفق نشد. اینجا سفروف است که در خط هجوم هست، یعنی بیشتر ورزشگری که حمله‌ور است، برای رسیدن به مقصد میخواهد هجوم کند و مسافه را نزدیک کند، ولی در راه گریز بود. تو اینجا مبارک قدموف بیشتر در حالت دفاعی قرار داشت. از این خاطر داور اگر در مورد کارد جزا قضاوت کرد و این هم دومین کارد بود که با سبب کمکاری به مبارک قدم افتاده شد و بیشتر از نصف وقتی معمولی به انجام رسد. نتیجه هنوز از نظر فنون جودو هیچ است، فقط با دو وزری هم در تناسب غالبیت می تواند نقش بازی کند و پرتابی بالای شانه و وزر اکنون مبارک قدم. و ببینید که چگونه از سمت راست به سمت چپ گذشت و این هلوک لب یا کناری را بسیار به مورد با پای چپش استفاده کرد و وزر گرفت. مراتبه دیگر هم وزر بگیرد، پس برای گرفتن مدال برنجی شانس پیدا میکند. مبارک قدموف خسته به نظر می رسد. برای جابجا کردن کیمانو یا کمربندش یکم سستی کرد. رقابت ادامه می یابد، موقعیت را استفاده کرد. نباید اکنون دیگر راه گریز و اصولهای دفاعی برای وقت کشتن که هنوز فرصت خیلی زیاد هست برای چند پرتاب کردن دیگر می رسد. یک دقیقه دیگر و یک طرفه داشتنش اگر باعث شد و باز هم همون اصول ضربه آیی با روش کوساتو گاکه این بار هم موفق نشد. مبارک قدموف تو آزمایی ادامه و یک زیدی حمله دیگر، اما داور از نزدیک بود چرا آن را ندید، وزری بود یا نه. خود مربی مبارک قدموف اشاره میکند که آن وزری بود. باید به ویدیو داور توجه کرد، نوار تدریجی رو باید دید و در مورد همان پرتاب آخر قضاوت کرد. امروز اگر این پرتاب مبارک قدموف به نوبت گرفته نشود، او بار دوم شاید که با 3 وزر شکست میخورد، ولی اگر به این نوبت گرفته شود پس او روح بلند خواهد شد. خسته نباید باشد. ثانیه های پایانی وقتی اساسی هستند. سفروف هم شیدای دوم به سفروف با سبب کمکاری یک عملکرد پرتابی دیگر با روش پانسه های نگه، ولی موفق نشد. این بار شور و شوق در لحظه های پایانی وقتی اساسی
یک طرفه قپیده ایستادن. 10 ثانیه دیگر تا انجام وقتی اساسی. یک عملکرد پرتابی اگر اجرا کند هرچند به هدف هم باشد ولی میتواند بر سود او وقت رو بکشد. وقتی اساسی به انجام رسید. مبارک قدمو برای گرفتن مدال برنجی شانس پیدا کرد ولی در آن مرحله کی با او روبرو خواهد شد وقت نشان خواهد داد. یا کریموف بحریدین و یا ایساقزاده حسین. مبارک قدم و فرقت امروز از لحاظ نشان دادن فنون کشتن جودو خیلی هنری شایسته تحسین نشان داد و رقابت بعدی ریپچیج رو با هم ببینیم دوستان. آزمایی تسلا بخش و یا شانس دوم برای بحریدین کریموف با جودوگی سفید هست. او در مقابل حسین ایساقزاده تلاش خواهد کرد. حسین ایساقزاده در دور چهارم نهایی از یعقوب جان باقیوف با یک روش شیمه و از اصول خفه کردن مغلوب شد و به همین طریق برای مدال برنجی تلاش کردن یک شانس دیگر پیدا کرد. او در صورت موفق شدن به غالبی ورزشگری که در مرحله نیم نهایی شکست میخورد با او دست به گریبان خواهد شد. حسینوف در بخش کار در زمین هنوز استعداد نشان نداد. او فقط در اصولهای سراپا در قامت راستا اجرا کردن امروز استعداد نشان داد. سمت چپ بسیار خوب کار میکند با همون روش هلوک از بین و پرتاب به بیرون. شیدو با سبب از مربع چارکنجه زرد خارج شدن با بحریدین کریموف و آزمایی ادامه می‌یابد دوستان عزیز. همانطور که می‌بینیم یک دقیقه بیشتر سپری می‌گردد. کسی از ورزشگران جرأت نمی‌کند تا همون اصول پرتابی جذاب رو استفاده برد و یک اصول ضربه‌ای اشیات ضربه به پای ولی موفق نشد و وزری با کریموف یک وزری و اسحاقزاده حسین رو به باخت دارد. 2 دقیقه و 35 ثانیه دیگر. این هم وقتی خوب است، فرصتی خیلی زیاد است. میتواند حسین ادامه دهد رقابت رو و حداقل مدال برنجی رو به دست بیارد بعد از یک پیروزی دیگر. ولی برای پیروزی بعدی هنوز فرصت است. یک زیدی حمله با همون روش کوساتو گاکی ولی موفق نمی شود. دو دقیقه باقی مانده است تا انجام وقت اساسی. حسینوف تا اینجا از خود درک نداد بجز از چند حرکات دفاعی ولی یک پرتاب کریموف باعث گرفتن وزر گردید و باز هم موفق می شود با روش ضربه‌ای اشیات. یک لحظه ورزشکاران برای جابجاگذاری کمربند کریموف استراحت میکنند. این هم تا جای برای نفس راست کردن میتواند باعث شود. همین طریق 1 دقیقه و 40 ثانیه از وقت اساسی باقی مانده است. و حسین کمکارتر به نظر میرسد. این رو
مخلصان از مشاهده کردند و با او میگویند که باید کار کنی و بار دیگر همون روش اوچمات اینجا با کار رفت. هلوک از بین و زری اوسط ایپان پیروزی کریموف رو تامین کرد و کریموف بحردین برای گرفتن مدال برنجی ورزشگری که در مرحله نیم نهایی شکست میخورد او را انتظار خواهد شد. مرحله نیم نهایی رقابت ها دوستان عزیز شروع می شود. جایی که عارف جان دادوف در مقابل ورزشگر ازبکستانی قرار می گیرد، مت یعقوبوف عظمت. این ورزشگران هر دو هم سربلندانه در مرحله مقدماتی پیروزی به دست آوردند و تا این جای رقابت رسیدند. ولی ببینیم اکنون داوری مرکز، داوری درجه جمهوریوی فرخ صابروف در مرکز قضاوت میکند در مورد هنر و استعداد این ورزشگران. مربی ورزشگر ازبکستانی هم اکنون با لباس رسمی از کنار تاتامی پس از آن که داور مرکز با او هم شیدو داد، یعنی از دوری تاتامی او را خارج کرد، او تغییر لباس کرد و فعلا اکنون دست پرورش رو تشویق دارد. این یگانه ورزشگر ازبکستانی هست که در صورت پیروزی میتواند برای به دست آوردن مدال طلا تلاش کند. اما در مرحله نیم نهایی 4 ورزشگر تاجیک، 3 ورزشگر تاجیک، این عارف جان دادوف و اینچنین ستاروف و یعقوب جان باقیوف نیز شانس دارند تا در وزن تا 66 کیلوگرم رقابت ها طمع شیرین پیروزی را در 7مین دوره از جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به جودو بچشند. عارف جان دادوف در آزمایش‌های گذشته خیلی خوش درخشید ولی حریف جدی‌تر دارد و در مقابل این حریفش کار کردن نمیتواند. یک دقیقه بیشتر سپری میگردد، 1.5 دقیقه و این ورزشگر موفق تا هنوز یعنی تخمین زده نمی شود و موقعیت رو ببینید. ورزشگران ازبکستان در چندین بخش ها فعال هستند. ضد حمله ها رو باید خوب به کار گرفت چون که آنها سبک و روش و آن طریقه که به اصطلاح کار میگیرند در عین استفاده شدن فنون جودو و اینجا البته یعنی استفاده شدن اصطلاح یا همون روش و طریقه فقط منظور آن است که ورزشگران در فقط روش هایی که برای موفقیت استفاده میبرند در نظر هست. ببینید چگونه راهی گریز ندارد، چشم ترس هم ندارد. ورزشگر ازبکستانی مسافه را نزدیک میکند، یک هلوکی بین. ببینید اوچیماتا و ضربه اوی در عین اجرا شدن همین هلوکی بین واقعا نازکی های خودش رو دارد. ورزشگران میتوانند به 2 سمت پای حریف از داخل ضربه بزنند. ورزشگر ازبکستانی هم توقف داشت. داور مرکز شاید شیدوی اول رو به ورزشگر ازبکستانی با سبب یک طرفه به هر دو ورزشگر این طرزی داشتن همون طرز به نظر میرسد دوستان که ورزشگر اصول های کمری را نمیتواند اجرا کند. روش هایی که با طریق کمر میخواهند حریف را پرتاب کنند به نظر مشکل می نماید. مت یعقوبوف این ورزشگر 23 سال دارد، از
تاشکند است، در شهر تاشکند به دنیا آمده است و چمپیون ازبکستان هست. او استاد ورزشی جمهوری ازبکستان است و به این عنوان رسیدن واقعا ورزشگران ازبکستانی در چمپیوناتشون که تعداد اشتراکچیانشون خیلی زیاد هست، آنها نیز خیلی سخت تمرین میکنند، زحمت میکشند تا توانند که غالبیت به دست بیارند. هر دو هم دو کارد زرد یا شیدو دارند. این هم با سبب کمکاری و نگذاشتن و عموما ویران کردن بعضی از ترتیبات یا ویران کردن قاعده ها است. این طریق ثانیه های پایانی وقت اساسی و گلدن اسکو رو با هم خواهیم دید و پرتابی سرشانه گلدن اسکو پس از چند لحظه دیگر نیز شروع می‌گردد. دوستان، ورزشگرانی که قوه‌های هر دو برابر بودند، کسی از آنها نتوانست فنون جدا را در مقابل همدیگر استفاده کند تا موفقیت به دست بیارد. آغاز گلدن اسکو، بسیار ورزشگران در گلدن اسکو در لحظه های شروع گلدن اسکو پیروز می شدند و دقیقه های طلایی ببینیم شروع یا آغازش به نتیجه به نظر می رسد. چنگ بر گریبان همدیگر زدن و این چنگ رو یک طرفه کردن ببینید که از هر دو جانب به چشم می رسد. ورزشگر ازبکستانی باشد محل اجرا کردن روش های پرتابی سوای نگی رو دارد، موفق نمی شود. عارف جان دادوف هم پهلوان شناخته تاجیک که پیوسته در مسابقه های جمهوریوی از خود درخشندگی نشان می‌دهد، استاد ورزش است. اون نیز بارها در چمپیونات تاجیکستان غالب شده است و این بار هم در مقابل حریفش تا این جای کار در فقط روش های دفاعی موفق به نظر می رسد. اما اون پرتابی که انتظارش است مکنون موقعیت و ورزشگر ازبکستانی هم از همین روش استفاده می کند، زیدی حمله، ولی کسی از ورزشگران موفق نمی شود از این زیدی حمله فوری تر کار بگیرند. اصولهای ضربه آیی اکنون استفاده می شود. برای این دو ورزشگر مشکل هست. ببینید هر دو ورزشگر هم چون در یک سطح و شرایطی واقعا خوب تمرین میکنند، آمادگی جدی میگیرند. از این لحاظ چون هم خیلی قپیده میستند، ورزشگری که در عین اجرا کردن اصول باشد نمیتواند که اون اصول یا روش پرتابی رو استفاده برد و موفق شود، چون که یک طرفه قپیدن ایستادن از این محافظت در عین دفاع یا محافظت کردن است برای حریف مشکل خواهد بود. مرحله نیم نهایی رقابت ها در وزن تا 66 کیلوگرم است. دوستان عزیز، میان پهلوان تاجیکستانی آنه که با جداگی سفید است عارف جان دادوف در مقابل حریفش از ازبکستان مت یعقوبوف عظمت، چمپیون ازبکستان. در چیرچیخ هم در جام آسیا توانسته که غالبیت به دست بیارد. مت یعقوبوف از این رو ورزشگری سرسخت به نظر می رسد و ببینیم تا کجا موفق می شود این ورزشگری گردنشخ. و زیدی حمله رو به کار می گیرد و نمی تواند موفق بشود. هر دو هم یک روش معمولی و از داخل پا کوچیگری در مد نظر ورزشگر ازبکستانی، زیدی حمله در مد نظر ورزشگر تاجیک و قریب بود که موفق شود عارف جان دادوف، ولی چی ایلاج و قول مربیان ما کمی نرسید. یک کم اگر میتوانست از دستی راست حریفش
ба самти замин мекашид, шояд муваффақ мешуд. Акнун мавқеият дорад барои ҳаллу Казбайн ва зидди ҳамларо бинед ба самти чап. Орифҷон Додов дар гурӯҳе афтед ки варзишгари ӯзбекистонӣ то инҷо яъне пирӯзмандона омад ва дар гурӯҳи дигар фақат варзишгарони тоҷик ҳастанд ки ҳатто ҳарифони ӯзбекашон расади роҳ бардоштанд то ин ҷои рақобатҳоро хат гирифтанд. Дар ҳамин гурӯҳ се варзишгари ӯзбекистон фақат дар гурӯҳи Орифҷон Додов буд ва ду варзишгари ӯзбеки дигар се варзишгари ӯзбекистони дигар дар ҳамин вазн дар маҷмӯъ 6 варзишгари ӯзбекистонӣ ҳунарнамоӣ карданд. 5 тои он шикаст хӯрд аз сӯи варзишгарони тоҷик ва фақат ҳамин Матяқубов азамат мондааст ки шанс дорад то барои ба даст овардани нишони тилло талош кунад ва то куҷо муваффақ мешавад инро вақт нишон хоҳад дод. довари марказ Фаррух Собиров дар кадом маврид қазоват мекунад. доварони канорӣ низ бо таваҷҷӯҳи махсус ба ин варзишгарон дида медӯзанд, вале варзишгари муваффақ ҳанӯз рӯшан нест. идома меёбад рақобат. бошад ки як партоб ва он истеъдоди фавқулода дар равишҳои партобӣ, дар фануни ҷудо истифода шавад то яъне варзишгар тарзе пирӯзӣ ба даст биёрад ки баъд аз пирӯз шудан аст воқеан мухлисон низ ҳаловат баранд. ин ҳам метавонад яке аз нукоти нозук бошад ки баъзе аз муҳаққиқон дар ин маврид низ изҳори назар карданд. пирӯзӣ ба варзишгари ӯзбекистон дода мешавад бо сабаби нодуруст доштан. Орифҷон Додов ноком шуд. 3 шидо гирифт дар Голден Ско дар муддати қариб 8 дақиқа ин варзишгарон қуввозмоӣ карданд. дар сонияҳои поёнии дақиқаи 8-уми рақобат варзишгари ӯзбекистонӣ бинобар сабаби оне ки бар ҳарифаш корди зарди ҷазо дода шуд, яъне 3 шидо ӯ ба даври ниҳоӣ баромад. як марҳилаи нимниҳоӣ дигар боқӣ мондааст дӯстони азиз ва бубинем акнун дар ин даври нимниҳоӣ Сатторов бо ҷудогии сафед аст. Сатторов варзишгаре ки дар марҳилаҳои гузашта хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. равиш ё партоби дӯстдоштааш ҳамон сеои наге, партоби болои шона ва Ёқубҷон бошад дар бахшҳои мухталиф истеъдод нишон медод аз худ. ва бубинем амалкарди кадоме аз ин варзишгарон хубтар хоҳад буд. Сатторов ва Боқиёв. рақобат ҳам оғоз мегардад. сонияҳои аввали дақиқаҳои маъмулӣ. Ёқубҷон Боқиёв бо ҷудогии кабуд ҳаст. мавқеият аз пушти ҳариф ва роҳи гурез ҷустани Сатторов аз кумиката ё мавқее ки варзишгари Ёқубҷон ва як зидди ҳамла бубинед чӣ гуна ба самти муқобил хеле хашмгир ба назар мерасад. Ёқубов дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тамрин дидааст. ва Сатторов Раҳматулло бошад дар мактаби захираҳои олимпӣ тамрин мекунад. ва бубинем акнун мавқеиятро кадоме аз инҳо истифода мекунад. роҳи гурез надорад. Боқиёв ва мавқеияташ хубтар аст. Фаррух Собиров довари кордону корчалон аст. бо сабаби яктарафа доштан ба Сатторов корди зарди аввалро дод. Сатторов Раҳматулло яъне шидои аввалро гирифт ва ин ҳанӯз наметавон гуфт ки боиси нигаронӣ бошад.
چونکه هنوز فرصت خیلی زیاد هست. و موقعیت رو ببینیم که چگونه استفاده میکنند این ورزشگران. هنوز فرصت خیلی زیاد هست. باز هم از پشت گریبان حریف کمیکت اول رو یعقوب جان میگیرد و اصول ضربه‌ای اشیات به نتیجه با پای و داور هم چی قضاوت میکرده باشد. مخلصان هم به شور و شوق آمدند با سبب کمکاری و ستاروف کارت زردی دویم داده شد. همین طریق از نظر کارت‌های زرد نتیجه بر سود باقیوف است. یعقوب جان باقیوف و ستاروف رحمت الله که در مرحله های گذشته رقابت ایپان سه‌های نگ را خوب استفاده میکرد، این بار نمیتواند چون که حریف پرقوت‌تر دارد. ببینید موقعیت را باز میجوید. این باعث به آن میگردد کمیکاتا و یک سه‌های نگ در لحظه های بعدی از سوی ستاروف. شور و شوق مخلصان هم در محل برگزاری مسابقات طنین انداز است. ببینید چگونه طرفداران این ورزشگران را دستگیری میکنند. و واقعا مخلصان نیست که یکی از نزدیکان خود شاید پیوندان خیش را دستگیری میکنند حق ندارند که از سالن مسابقات به طرف داور مرکز داد زنند و او مصلحت بدهند یا توصیه پیشنهاد کنند. ولی این هم اگرچه بتوان گفت که چندان تاثیر نخواهد داشت، ولی از نگاه معرفت خوب نیست و گمانم. و همین طریق ثانیه های بعدی موقعیت رو ببینید که هیچ کدام ورزشگر نمیتواند بر حریفش واگذار کند. از مربع نباید ستاروف خارج شود وگرنه شیدای سیوم برای خنسو کمک او را تهدید دارد. این مرحله نیم نهایی رقابت ها است دوستان. ورزشگر غالب به مرحله فینالی میبراید و موفق خواهد شد. بر ورزشگر ازبکستانی در فینال تلاش خواهد کرد. اکنون باز هم همان اصول های ضربه‌ای از شیعت و داور میگوید که باید کمربندها به ترتیب در آورده شوند. ثانیه های پایانی 28 ثانیه تا انجام وقتی اساسی باقی مانده است. در دقیقه های معمولی داور مرکز فرخ صابری رو برای جا به جا گذاری کمربند اشاره میکند برای هر دو ورزشگر. این باعث به آن میگردد که ورزشگران یک نفس راست کنند تا جای حالت مقرری ورزشی خیش را برقرار کنند و در عین ادامه دادن رقابت شاید یگان روش خوب، یگان سبک جدید رو به کار برند. داور مرکز چی قضاوت میکرده باشد با سبب از پشت گریبان حریف داشتن سیومین شیدو به ستاروف رحمت الله داده می شود و باقیوف یعقوب جان به مرحله نهایی رقابت ها می براید. او در مرحله نهایی رقابت ها با ورزشگر ازبکستان عظمت مد یعقوبوف رقابت خواهد کرد. مرحله فینالی باز هم جذاب‌تر و جالب‌تر خواهد شد. ما رو ترک نکنید دوستان عزیز. پس از چند لحظه تنفس برمیگردیم. بار دیگر سلام عرض میکنم به کل طرفداران گشتن طرز جودو و مجمع ورزشی قصر ورزش شهر خوجند که در ولایت سوغد جمهوری تاجیکستان واقع است. خوش آمدید
марҳилаи рақобатҳои ниҳоӣ, яъне қуввозмоиҳое ки тақдири ғолибонро рӯшан мекунанд барои ба даст овардани медалҳои биринҷӣ ва тиллову нуқра. Пас аз чанд лаҳзаи дигар баргузор мегардад. бори дигар шуморо хушомад мегӯям довари марказ Фаррух Собиров. қуввозмоии якум ки баҳри ба даст овардани медали биринҷии якум ҳаст қазоват мекунад ва хоҳем дид ки натиҷа чӣ гуна сурат мегирад. дар вазни 66 килограмми рақобатҳо Муборак Қадамов ва Саторов баҳри ба даст овардани медали биринҷии якум талош хоҳанд кард. имрӯз дар ду вазни рақобатҳо то 66 килограмм ва то 73 килограмми рақобатҳо дӯстон ғолибон муайян хоҳанд шуд. акнун истиқбол мегирем ин варзишгаронеро ки баҳри ба даст овардани медали биринҷии якум талош мекунанд. таҳти навои як мусиқии рӯҳиябахш дӯстони азиз ин варзишгарон ба бозои қатъан мебароянд. акнун дӯстон хоҳем дид ки медали биринҷӣ дар ҳафтумин давра аз рақобатҳои ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо насиби кадоме аз ин варзишгарон хоҳад гашт. ҳамон тавр ки мушоҳида кардем дӯстони азиз, дар рақобатҳои марҳилаи муқаддамотӣ ин варзишгарон воқеан ҳунару истеъдоди хуб нишон доданд. Муборак Қадамов Фурқат ин варзишгаре ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба дунё омадааст, хеле хуш дурахшид. аммо Муборак Қадамов дар муқобили Саторов бояд бар майдон барояд. инҷо дигар варзишгарон ба майдон баромада буданд. аз ин рӯ баъзе аз ишкол ё мушкилоти кӯчак ҳам ба назар мерасад. дигар варзишгарон ки дар яъне бояд баъд аз ин варзишгарон ба майдон бароянд, онҳо ибтидо буданд ки баромаданд. акнун Муборак Қадамов дар муқобили Идибек Сафаров. Идибек Сафаров дар марҳилаи нимниҳоӣ шикаст хӯрд. аз ин рӯ як қуввозмои камтар гузаронидааст дар қиёс ба Муборак Қадамов. Муборак Қадамов Фурқат бошад қариб ки 5 давр рақобат кард. агарчи як давр озод буд, вале на озод набуд. қариб ки 6 рақобат анҷом дод. фақат дар як рақобат шикаст хӯрд дар қуввозмои тасаллубахш бар муқобили Идибек Сафаров ғолибият ба даст овард ва ба ҳамин тариқ тавонист ки то ин марҳилаи рақобатҳо рохат бигирад. тақдири медали биринҷии якум рӯшан хоҳад шуд пас аз дақиқаҳои маъмулӣ. ва агар варзишгаре тавонад ки усул фануни ҷудоро истифода кунад, бори дигар бубинед инҷо Саторов агарчи қомати пасттар дорад дар муқобили ҳарифаш, вале барои партов кардан аз болои шона мавқеият дорад, аммо аз кадом омилҳои дифоии варзиш ҳарифаш аст ки наметавонад усули партови болои шонаро мавриди истифода қарор бидиҳад. вале баръакс Муборак Қадамов аст ки амалкард нишон медиҳад барои партоб кардан аз болои шона. ду маротиба паёпай он равиш ё усули сеои наге дар мадди назари Фурқат буд, вале натавонист то ба охир бирасонад ҳамон равиши партобиро. бори дигар акнун аз усулҳои косото гаке истифода мекунад. бо як ҳолати нимқат кардани пои чап ё рости худ бар пушти пои ҳариф зарба задан. равиши кор дар замин дар ин бахш
чун ба назар мерасад Сатторов корро дигар мекард, яъне як суръат мебахшид дар идомаи рақобат, вале муваффақ нашуд. ва машварачиён ки аз саҳни толор ба ин варзишгарон маслиҳат медиҳанд, якум захватро мегӯянд, яъне ҳамун кумиката ё ҳамон марҳилаи қапиданро бояд якум гирифт ва якум гирифтан то куҷо метавонад муассир бошад дар таносуби ғолибият, инро ҳам аз худи варзишгар вобаста аст, аз суръати амалкардҳои партобии варзишгар вобаста аст ки то кадом дараҷа он қапидани якум ва иҷро кардани фанунро истифода мебарад. мавқеият ва рафт ба ҳамин тариқ ва зари усули партобии болои шона ба маврид истифода шуд. Сатторов раҳматулло муваффақ шуд ки як вазаре бигирад, вале 2 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ ҳаст. Набояд то ин ҷои кор табли шодӣ зад, чунки 2 дақиқа ҳанӯз фурсати зиёд аст. метавонад вазъ ба куллӣ тағйир ёбад ва ё бо равишҳои дифоӣ ва вақткушӣ агар Сатторов тавонад ки он фурсатҳои боқимондаро пушти сар кунад, пас ғолибият насибаш хоҳад шуд ва медали биринҷиро хоҳад гирифт. як вазари дигар барои тамом шудани ин рақобат кифоя ҳаст. ва як маротибаи дигар низ бо самти чап кӯшиш кард, бо самти рост агарчи як ҷаҳду талоше дошт ва он ҳам самар дод, вале ба самти чап акнун бубинем ки муваффақ намешавад дар идомаи рақобат. ва бубинед чӣ гуна ҳалук аз байн Осотогари бисёр хуб истифода шуд, вале самарабор не. Осотогари бо пои рост ба самти дохилии пои ҳариф як усули зарбаоӣ ва фишор додани ӯ ҳаст ба самти муқобил. аз ин равишҳои Муборакқадамов бояд Сафаров ҳазар кунад, чунки Муборакқадамов дар лаҳзаҳои марҳилаи нимниҳоӣ ин равишҳоро хуб истифода мекард, чун мавқеият барояш муҳайё мешуд ё фароҳам меомад. бори дигар аз ҳамон Осотогари истифода мекунад ва аз мураббаъ хориҷ шудани Сафаров ҳам барои шидои дуюм агар боис шавад чандон қобили нигаронӣ нахоҳад буд, чунки 38 сонияи дигар боқӣ мондааст. довар ҳам хомӯш аст дар мавриди дуюми шидо ва сонияҳои поёнии вақти асосӣ ӯ фақат бояд эҳтиёт кунад. равишҳои дифоъ ва як томои наге бенатиҷа ва ин равиш ҳаракат низ бо равиши партоб аз болои шона, ҳамон тавр ки ба назар мерасад то ҷое барои варзишгари партоб аз болои худ дар томои наге ё фанди хоб, чун ба назар мерасад барои вақткушӣ Сатторов боис гардид. ҳамин тариқ Сатторов барои ба даст овардани медали биринҷӣ дар нахустин иштирокаш дар яъне маротибаи аввал муваффақият ба даст меорад. 8-7 метавон сонияҳои поёниро шумурд. 4-3-2 1 ва ҳамин тариқ медали биринҷӣ. шӯру шавқи мухлисон имрӯз аз мухлисони вижае бархурдор буд Сатторов, чун ба назар мерасад дар ин маҳалли баргузории мусобиқа Сатторов воқеан мухлисони зиёд дошт ва ташвиқ мешуд. ва ҳамин тариқ
غالب مدال یکم معین شد. اگرچه مبارک خدموف خیلی جهد و تلاش کرد ولی نتوانست در اینجا غالبیت به دست بیارد. رحمت الله ستار باشد یک پرتاب سیاه نگ برایش امتیاز وزری رو برمغان آورد. او امروز پرتاب سیاه نگ رو فقط استفاده کرد. همین پرتاب بالای شانه اصول پرتاب از حرکت برای اون موفقیت آورد و او مدال برنجی رو به دست آورد. برای رقابت برای به دست آوردن مدال دوم برنجی دوستان عزیز پس از چند لحظه ورزشکاران دیگر کریم و فخرالدین در مقابل عارف جان دادو رقابت می‌کنند. او ورزشکار تاجیک برای مدال برنجی تلاش می‌کنند. مدال‌های برنجی در این مسابقه نصیب ورزشکاران تاجیک خواهد شد. رقابت آغاز شد دوستان عزیز. این ورزشکاران در مرحله مقدماتی خیلی خوش درخشیدند. یادآور میشم که در دور رقابت‌های نیم نهایی دودوف از ورزشکار ازبکستانی شکست خورد از مات یعقوبوف بنابر سببش 3 شیدو گرفتنش یعنی مقررات شکسته شد. به همین طریق او مستقیما به این مرحله رقابت ها رو خط گرفت و حریف او باشد یعنی کریموف بحردین. او در مرحله قوازمایی تسلا بخش یک شانس دوم داشت و در قوازمایی های ردبندی بر حریفش حسین اسحاق زاده غالبیت به دست آورد و به همین ترتیب به اینجا رسید و نتیجه می توانست باشد در همین فشاری که از سوی دودوف اگر تو به آخر می رسید ولی دودوف نتوانست. 1 دقیقه وقت اساسی به انجام می رسد بجز از یک عملکرد پرتابی دیگر هیچ اصول جذابی را ندیدیم در تو اینجای رقابت. موقعیت و یک وسوتو گاکی امروز هم موفق نمی شود. این روش اصول ها مختلف هستند و باز از ضد حمله ها یک پای دیگر استفاده می کنند. ولی هنوز هم موفق نمی شوند. اصول های ضربه‌ای یاکو گاکی در حالت نیم قطع شدن و با پای ضربه زدن و این یا آن سمت پای حریف نیز در عین اجرا شدنشون میتواند تعادل ورزشگر را گم کنند و او تواند که غالبیت به دست بیارد. اما تا کجا موفق میشد وقت نشان خواهد داد. دو دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است و چون مشاهده میکنیم هر دو ورزشگر نیز فقط در حالت دفاعی به نظر می رسیدند تو اینجای کار. این رقابت به مثل رقابت دیگره که برای به دست آوردن مدال برنجی ورزشکاران هنرنمایی کردن یعنی جذابتر نیست، چون که در قوازمایی گذشته واقعا مخلصان از گویا در برابر پهلوانان گوشتین میگرفته باشند شور و شوق برپا میکردند و محیط سالن رو دیگر میکردند. 1 دقیقه بیشتر دقیقاً 1 دقیقه و 8 ثانیه باقی مانده است تا انجام وقت اساسی. و
ولی ورزشگران هنوز هم موفق نمیشوند. اکنون قریب بود برای به دست آوردن یک وزری موفق شود کریموف، ولی تا لحظه پایانی دفاعی خوب داشت عارف جان دادوف. ثانیه‌های پایانی وقتی اساسی آزمایی باقی مانده است. این ورزشگران هنوز برای سرعت بخشیدن جریان آزمایی هیچ قضاوت نکردند. اون موقعیت برای ببینید چگونه یک دفاع با دست، یک افتیدن بدون صدمه و بدون آسیب دیدن از سوی عارف جان دادوف بود. وقتی اساسی به انجام رسید. گلدن سکو را خواهیم دید. گلدن سکو و بحریدین کریموف در حین استفاده شدن اصولها خیلی خوب در اصول مخصوصا اشیعت ضربه به پای حریف بسیار خوب استفاده کرد ولی موفق نشد. و هر حال فرصت هست در گلدن سکو. این فرصت رو کدام ورزشگر استفاده میکند وقت نشان خواهد داد. اکنون آغاز گلدن سکو امروز در رقابت‌های مرحله مقدماتی خیلی نتیجه بخش بود. 4 دقیقه گویا ورزشگران بدن گرم کرده باشند و در لحظه اول گلدن سکو یا دقیقه های طلایی آن فرصت های خود را خوب استفاده کرده، یعنی پرتاب رو اجرا میکنند. و باز یک مقاومت به نتیجه. ببینید فرخ صابروف هم اشاره میکند که این مقاومت برای کردی جزا هست. و هلوک از بین استفاده شد ولی موفق نگردید. کاشی وضع برای عارف جان دادوف موقعیت داشت ولی اجرا نشد. اصول کمری در مجموع 5 دقیقه بیشتر این ورزشگران روی هم قرار گرفتند. در نمولوحه بجز از 2 کارد جزا دیگر نتیجه نیست. و شیدو با سبب یعنی کمربند خود رو به ترتیب و توقف گذاشتن در عین به ترتیب در آوردن آن و بحریدین داده می شود. بحریدین امروز در همین رقابت چند اصول پرتابی و روش های خوب را استفاده کرد. هلوک از بین، بعضا همان هلوکی که از بین پا استفاده میکنند ورزشگران. هلوک از بین و به سمت پشت میپرتویند. بعضی حالت ها آسیب جدی میرساند، صدمه میزند به ورزشگر. و اکنون زیدی حمله ببینید قضاوت می شود اکنون در مورد همان لحظه پایانی و هیئت کمیسیه یا داوران کناری در این مورد باید قضاوت کنند و ببینند که این لحظه پایانی که یک فشار بود از سوی بحریدین بر جانب عارف جان و کسی از ورزشگران یعنی یک سرعت بلند نشان نداد که ما قضاوت کنیم. داوران اینجا در مورد قضاوت میگویند که هیچ چیز نبود. هیئت کمیسیه و
رقابت اکنون از لحاظ وقت درازتر میکشد. دقیقه ششم هم پشت سر شد. آغاز دقیقه هفتم است. این نیز بدون نتیجه به انجام میرسد. شیدو با عارف جان دادوف از نظر کارت‌های زرد جزا نتیجه برابر است. الوک از بین یا همان اوچیماتا به نتیجه و زیدی حمله اوچیماتا باز اوچیماتا پرا اوچیماتا و پرتاب بالای شانه و کوچیگری هم به نتیجه شد. با شکم میافتد بحرالدین کریموف. همین طریق رقابت ادامه مییابد. رقابت ادامه مییابد و کومیکاتا در لحظه هایی که یعنی زمان طولانی تر می شود از نظر بیننده، کومیکاتا چندان با موقعیت موافق نیست. یک اوچیماتا و زیدی حمله باز هم به نتیجه و دقیقه هفتم قوازمایی هم پس از چند ثانیه به انجام می رسد. امروز گلدن اسکوها خیلی طولانی شدند، یعنی از نگاه وقت یا زمان دراز کشیدند و همین طریق موقعیت همانو بر دو جانب است. هر دو ورزشگر ببینید که از یک سمت استفاده میکنند و یک کوسوتوگا که به نتیجه بود در این لحظه رقابت هم و فاروق صابیروف همونو و ورزشگران اشاره میکنند باید کمربند به ترتیب در آورده شود. ورزشگران تاجیک نیز واقعا روی هم یک رقابت مشکل گذر را دارند. کسی از این ورزشگران امکان نمیده حتی حریفش از یک اصول پرتابی استفاده کند به مقصد برسد. و باز هم همان کوسوتوگاکی و از اصول حریف گریختن. مخلصان و تشویقگران هنوز هم تشویق میکنند، دستگیری میکنند پهلوان مورد نظرشون رو و اکنون در مورد سیومین شیدو شاید قضاوت شود و این غالب این مسابقات نیز با شکستن مقررات یعنی خنسو کمک معین شود. اما نه، هنوز در مورد سیومین شیدو از سوی داوری مرکز هم قضاوت نشد و رقابت ادامه دارد. ببینید این دقیقه نهم قوازمایی است. چنگ و گریبان همدیگر زدن، هماوردان هنوز موفق نمی شوند که تا حریف را از پای در آورند، آن هم با فنون پرتابی. به سمت راست و زیدی حمله به سمت چپ. ورزشگری راستکار و باز هم همان کوسوتوگا که ببینید چگونه اصولهای ضربه‌ای از هر دو جانب و یک زیدی حمله است به نتیجه. هنوز هم فرصت و موقعیت های به میون آمده، سری وقت استفاده نمی شوند و به همین طریق چون مشاهده میکنیم ورزشگران قوه برابر دارد. اگرچه به سمت راست بحرالدین میخواهد که میل پرتاب کردن داشته باشد، ولی به سمت چپ عارف جان دادوف نیز دفاع به مورد و سری وقتی دارد. ببینید بار دیگر نیز به نظر میرسد جریان یا رفت قوازمایی سستر شد. اشیعت ضربه با پای به سمت پای چپ حریف از سوی بحرالدین هم تعادل حریف را گم نکرد
هر دو ورزشگر هم خیلی خسته شدند. امروز طبق آزمایش‌های بیشتر گذران یک سئو نگنیز به نتیجه به انجام رسید و در مجموع دقیقه دهمی رقابت است. دوستان عزیز، امروز یک رقابت از نگاه زمانی زیادتر و طولانی‌تر و یک حرکت جذابی عارف جان دادوف بر ضد حمله حریفش توانست که وزری بر مقام بیارد و او توانست که در این مرحله از مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به جودو مدال برنجی به دست بیارد. اکنون برای آنکه نوبت به فینالیست ها، ورزشگرانی که در مرحله نهایی رقابت میکنند باید فرصت بدهند و آن خستگی که دارند باید بیرون از تتمی رفع کنند. غالب هم رسما اعلان می شود دوستان عزیز و پس از چند لحظه باز یک رقابت جذاب و دیدنی ما و شما را انتظار است. شبکه تلویزیونی ورزش را ترک نکنید تا شاهد درخشندگی ورزشگران تاجیکستانی و ازبکستانی باشید. پس از چند لحظه یک فینالی که واقعا ما و شما از انتظارش هستیم برگزار می‌گردد. دادوف باشد، عارف جان مدال برنجی گرفت و بحرالدین کریموف از مدال برنجی به نصیب بود و برای او آرزوی موفقیت را در مسابقه های آینده میکنیم و عارف جان دادوف مدال برنجی به دست آورد. در کارنامه‌اش این ثبت خواهد شد. فینالی که واقعا انتظارش هستیم پس از چند لحظه برگزار می‌گردد دوستان عزیز. آن ورزشگر تاجیکستانی با جودوگی کبوت حریفی و ورزشگر ازبکستانی با جودوگی سفید یا همان لباس‌های سفید و کبوت به میدان میبرند ورزشگران. فینال مرحله نهایی داور مرکز سهراب رحیموف داور درجه جمهوری اولی این آزمایش را داوری خواهد کرد. مت یعقوبوف عظمت چمپیون ازبکستان و همچنین در چیرچیخ ازبکستان در جام آسیا توانسته که غالبیت به دست بیارد و در مقابل یعقوب جان باقیف ورزشگر ممتاز و در کار خود استاد تاجیک هنرنمایی قرار میگیرد و ببینیم هنرنمایی کدام از این ورزشگران خوبتر و ارزنده تعریف و توصیف خواهد بود. واقعا در مرحله های گذشته یا مقدماتی یعقوب جان باقیف خیلی درخشان ظاهر شده بود. شیدو با سبب کمکاری در 27 ثانیه رقابت علیه از سوی داور مرکز اون فوراً خلاصه کرد که کسی از ورزشگران نتوانستند که سرعت یا همون فنون جودو را نشان بدهند. یعقوب جان میل و اجرا و یک زیدی حمله ببینید موقعیت برای یعقوب جان و دفاع همچون گربستانان یک دفاع خوب داشت که به شکم به پشت نفتید و به شکم زد ورزشگر ازبکستانی. رقابت ادامه میکند. یک دقیقه وقتی اساسی پشت سر شده. یعقوب جان باقیوف از همان لحظه های اول چون یک ورزشگاری جودوورزی واقعا در نگاهش پیروزی ها خوانده می شد و ببینیم موفق می شود یا نه، چون در رقابت های گذشته با خشم و غضب در مقابل ورزشگرانش در می افتاد و امروز این تومای نگه به نتیجه از سوی ورزشگر ازبکستان در لحظه 1.5 دقیقه وقتی معمولی به نتیجه کمربند و لباس ورزشی و ترتیب در آورده می شود و به همین طریق یک نفس رس می کند یعقوب جان و حریفش عظمت.
یک ندای روحیه بخشی یعقوب جان باقیوف در چمپیونات جمهوری تاجیکستان خیلی خوش درخشیده. استاد ورزش است در جمهوری تاجیکستان. از نگاه مقام و مرتبت هر دو هم در یک سطح و وزن قرار دارند. هر دو هم میتوان گفت که ورزشگران برابر قوه هستند و ببینید چگونه تعادل گم شد در حالی که ورزشگر ازبکستان نتوانست آن روش اجرا شدن هلوک از بین را استفاده کند. یک طرفه داشتن و عمل را اجرا نکردن هم بعضا موجب آن میگردد که داور مرکز در مورد شیدو قضاوت کند. ورزشگر ازبکستانی چپکار است به سمت چپ و هلوک از پیش پای حریف در بسیار حالتها خوفناک است. اینجا اکنون به حرای گوشی توجه دارد ورزشگر ما. هلوک از کنار با پای راست، چون که راستکار است، اصولهای ضربه آیی ATH ولی به مقصد نمیرسند. ببینید که 3 دقیقه و 6 ثانیه ورزشگران دست و گریبان هم زدند ولی کسی از آنها موفق نشد. سهراب رحیموف برای به ترتیب در آوردن کمربندی باقیوف اشاره میکند و شاید در مورد شیدوی نوبتی هم قضاوت کند. سالن برگزاری مسابقه در عین یک تنفس خاموش است. به هر دو ورزشگر هم شیدو مخلصان و طرفداران و تشویقگران امروز تشنه آن پرتاب های هستند که برای آنها حضور و حلاوت میبخشد. ببینید موقعیت برای ورزشگر ما هنوز مهیا نشده. باز هم سمت چپی گریبان حریف و با دستی چپ از سر آستین حریف موقعیت و ببینید چگونه احساس میکند ورزشگر ازبکستانی که پای را نزدیک میکند و یک اصول ضربه‌ای که مشاهده کردیم اشیکومی وضع به نتیجه حتی اینجای رقابت ثانیه های پایانی دقیقه های معمولی است. برای یک پرتاب دیگر میتواند بسنده باشد ولی نه نمیشود، چون که از سرعت رقابت ورزشگران مشخص شد که آنها گلدن سکور را انتظار هستند. گلدن سکور دوستان عزیز دقیقه های طلایی و واقعا امتیاز طلایی به دست خواهد آمد در صورت پیروزی یکی از این ورزشگران، چون که رقابت برای به دست آوردن مدال طلا هست. مت یعقوبوف عظمت و یعقوب جان باقیوف دستپرور مکتب جودوی تاجیک در مقابل مکتب جودوی ازبکستان. دو مکتبی که در آسیای مرکزی واقعا برای بهتر بودن در عموما قطعه آسیا و در جهان معلمانشان خیلی جهد و تلاش میکنند، کوشش به خرج میدهند و ببینید اکنون رقابت یا روشی یعقوب جان تا جای دیگر به نظر رسید. سمت گرفتن را دیگر کرد، شروع شلقم برمیخیزد. ببینید اکنون واهیان است که مخلصان تشنه همون پرتاب هستند. اگر یک امتیاز ناکامل و زر هم به میان بیاید و یک زیدی حمله از سوی ورزشگر ما با پرتاب سه‌های نگ ورزشگر ازبکستانی و اسیکومی ورزشگران ازبکستان در این بخشی اصولها خیلی مهارتی بالا دارند و ببینید اینجا کاری ورزشگر ما نباید به بالای تتمی میافتید، چون که ورزشگران ما واقعا از این روش چندان خاطرات نیک ندارند و
ورزشگر ازبکستانی غالبیت به دست آورد در دو وزن رقابت‌ها، هم در وزن 60 کیلوگرم و هم در وزن 66 کیلوگرم مدال‌های طلا به ازبکستان خواهند رفت. امروز اکنون بار دیگر قدرت و مهارت و متانت و آن روش‌های تکنیکی فنون گشتن جودو که ورزشگران ازبکستان دارند بار دیگر اثبات شد که نسبت به جودوورزان ما برتری دارند. در فنون پرتابی سراپا اگرچه موفق نشد مت نیازوف، ولی موقعیت را در استحکام جست. اشتباه از خود ورزشگر ما سر زد. اون نباید به تومای نگه یا فند خوب یا پرتافت از بالای خود توجه میکرد. او که به تومای نگه یا همون پرتافت از بالای خود توجه کرد، ورزشگر ازبکستانی فوراً از اشتباه او استفاده کرد و ضد حمله را بسیار خوب به کار برد. و همین ورزشگران خوشطوله وزنی تا 66 کیلوگرم و بالای سکو یا زینه‌های افتخاری میروند و یادآور میشویم که تحفه‌های تخصیص نموده کمیته تدارکات را به غالبان تقدیم میکنند. نوریان پرویز، دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش، همچنین کریموف میرزا خوجا سردار ریاست جوانان و ورزش ولایت سوخت و همچنین قادروف عبدالکریم نماینده شرکت بوکمکری ملی فرمولا 55. ورزشگرانی که دو مدال برنجی رو همکنون به گردن می‌آویزند. واقعا رقابت سخت و سنگین را پشت سر گذراندند. در رقابت بهر به دست آوردن مدال برنجی ستاروف در مقابل حریفش مبارک قدموف رقابت کرد و با یک پرتاب جذاب بالای شانه پیروزی به دست آورد و ستاروف رحمت الله مدال یکم برنجی را گرفت. مدال دوم برنجی باشد به کریموف تقدیم می‌گردد. بحرالدین کریموف در رقابت آخرش عارفجان دادوف را مغلوب کرد و با گرفتن مدال طلا، مدال نقره مثلا برنجی و مدال برنجی شرف یاب گردید. مدال نقره باشد و یعقوب جان باقیوف نصیب گردید. میرزا خوجا کریم صدر ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت مدال را مدال و افتخارنامه را به ورزشگر تقدیم میکند و پیروزی وزنی تا 66 کیلوگرم ورزشگر از جمهوری با ما دوست و همسایه از ازبکستان عظمت مت یعقوبوف پس از چند لحظه تقدیم کرده می شود. مت یعقوبوف عظمت ورزشگر ازبکستانی اکنون در این مرحله هفتم جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به جودو غالبیت به دست آورد و او جام و افتخارنامه و تحفه‌های تأسیس نموده کمیته تدارکات تقدیم می‌گردد. اکنون جام این مسابقه را دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش پرویز نوریان و غالب این وزن تقدیم می‌کند. اکنون به خاطر مدال طلای ورزشگر ازبکستانی و افتخار پیروزی او سرود ملی جمهوری ازبکستان صدا می‌دهد.